تو 1 دقیقه با این پروژه چیکار میتونیم بکنیم؟ 80 لاین اما همشون اسمش اولش اسم پروژه هم داره. میام منوی پروژکت لوجیکال ادیتور ستاپ رو میزنم، اینجا نیم رو انتخاب میکنم، ایریز فرانت کاراکتر رو میزنم و اپلای میکنم. حرف اول، دوم، سوم و چهارم حذف شد و الان تمام اسم فایل ها درست شد. طبیعتا خیلی از این فایل ها سکوت هست، قسمت های زیادیشون. همه رو انتخاب میکنم، بعد میام منوی آدیو، بعد میام ادوانس دیتکت سایلنس رو میزنم و پروسس آل سلکتد ایونت رو میزنم و برای 80 لاین ویو در عرض چند ثانیه پروژه من به این شکل در میاد. حالا فرض کنیم این لاین وکال باشه و یک جاهای سینشیناش داره اذیتم میکنه. اون جایی که سینشینش داره اذیت میکنه رو انتخاب میکنم و با استفاده از فقط یک کلید میان بر کنترلش میکنم. خیلی راحت. فرض کنید مثلا اینجا یکی دیگه داشته باشم و فرض کنید که مثلا اینجا هم یکی دیگه داشته باشم. با یک ماکرو سریع تا آخر حروفی که داره اذیت میکنه رو کنترل بکنم. اگر زمان برات مهم نیست که هیچ، ولی اگر برات مهمه، یک دوره آموزشی ما درست کردیم که زیر و بم کیوبیس رو کامل در اون آموزش دادیم. به مناسبت جمعه سیاه برای اطلاع از شرایط دوره میتونی کامنت بکنی، اتوماتیک وار برات ارسال بشه.